سرخط خبرها. برگزاری نشست منطقه‌ای تهران درباره افغانستان. وزیر خارجه ایران بر ضرورت همکاری همسایگان برای امنیت پایدار افغانستان تاکید کرد. چارچوبی که از رقابت‌های مقطعی فاصله بگیرد و بر همگرایی، منافع جمعی و امنیت مشترک تکیه کند. ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر کابل را به نقش‌آفرینی در ناامنی‌های کشورش متهم کرد. افغانستان کې ناامني وي ته دوی بانکونه ډکیږي. برگزاری نخستین دوره تخصصی در آکادمی آفاق. این برنامه شامل کارگردانی، تدوین و تولید محتوای هوش مصنوعی است. و واکنش ترامپ به حمله داعش بر نیروهای آمریکایی در سوریه. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز یکشنبه 23 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. نشست منطقه‌ای تهران درباره افغانستان با حضور نمایندگان 7 کشور منطقه برگزار شد. وزیر خارجه ایران بر ضرورت رویکرد منطقه‌ای محور، همکاری همسایگان و اتکا به گفتگوی منافع مشترک برای امنیت پایدار افغانستان تاکید کرد. این در حالی است که امارات اسلامی در این نشست اشتراک نکرده است. گزارش از نصر نمیری. تهران امروز میزبان نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه به شمول روسیه پیرامون تحولات افغانستان بود. در این نشست سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با انتقاد از رویکردهای فرامنطقه‌ای و امنیت محور غرب و ناتو گفت که تصمیم‌های تحمیلی بیرونی نه تنها به ثبات افغانستان کمک نکرده بلکه بحران‌ها را تجدید کرده است. وی بر ضرورت رویکرد منطقه محور، همکاری همسایگان با اتکا به گفتگو و منافع مشترک برای امنیت پایدار افغانستان تاکید کرد. امروز بیش از هر زمان دیگر منطقه ما نیازمند چارچوب هماهنگ و پایدار همکاری پیرامون افغانستان است. چارچوبی که از رقابت‌های مقطعی فاصله بگیرد و بر همگرایی، منافع جمعی و امنیت مشترک تکیه کند. وزیر خارجه ایران با تاکید بر جایگاه ویژه افغانستان گفت این کشور به دلیل موقعیت ارتباطی خود میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا نقش تعیین کننده در منطقه دارد. و افزود ثبات و توسعه افغانستان یک ضرورت راهبردی است و امنیت این کشور مستقیما بر منافع همسایگان اثر می‌گذارد. عراقچی همچنین تاکید کرد که تقویت ترانزیت، تجارت و انرژی افغانستان را به حلقه حیاتی منطقه تبدیل کرده و گفتگوهای منظم میان همسایگان ضرورت راهبردی است. جایگاه ژئواکونومیک افغانستان در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد. از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه. در این نشست نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان بر ضرورت رسیدگی به نگرانی‌های اسلام آباد در زمین هراس افغانی تاکید کرد و بر تلاش‌های کشورش برای تقویت صلح، توسعه و امنیت منطقه‌ای تاکید نمود. موضوع فعلا ایجاب از این نمی‌کنه که افغانستان در اونجا سهم داشته باشه، هرچند بودنش امکان داره نقص نرسانه، ولی به هر دلیلی که است این یک پیامی را میفرسته به بعضی کشورها که افغانستان اولا استقلالیت خود داره، دوما یک من فکر میکنم سیاست متوازنی به پیش میبره که در او منافع خود اولتر و بعداً منافع مشترکی با کشورها داره، خواه کشورهای منطقه باشه خواه کشورهای فرامنطقه باشه مد نظر گرفته. در سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که ایران مرز طولانی با افغانستان و پاکستان دارد و هر تنش در منطقه بر این کشور تاثیر میگذارد. و افزود ایران از افغانستان برای حضور در نشست دعوت کرده بود اما این کشور تصمیم به عدم حضور گرفت و تهران با آن احترام میگذارد. ما از همه این کشورها دعوت کردیم برای مشارکت، از افغانستان هم دعوت شد، دوست داشتیم که افغانستان شرکت میکرد. اعتقاد داریم که مشارکت افغانستان در چنین روندهایی کمک خواهد کرد به تقویت تفاهم و رفع مشکلات بین افغانستان و
کشورهای همسایه. پیش از این وزارت خارجه امارات اسلامی اعلام کرده بود که هیئت این کشور با وجود دعوت رسمی در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان در تهران حضور نخواهد داشت و تعاملات منطقه‌ای از طریق سازوکارهای دو جانبه و چارچوب‌های موجود ادامه می‌یابد. در ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر کابل را به نقش آفرینی در ناامنی‌های کشورش متهم کرد. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته که خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید نیست. گزارش از زناهیتا اندر. در ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر کابل را به نقش آفرینی در ناامنی‌های کشورش متهم کرد. او در یک نشست خبری افزود که امارت اسلامی باید درک کند که تامین امنیت در افغانستان پیش از هر چیز به سود خود این کشور نیز است، زیرا تنها در سایه ثبات امکان همکاری و کمک جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان فراهم خواهد شد. پاکستان استخباراتی کړي او نظامیګران د دوی د عمق استراتیژیک پلانونه د افغانستان په حق له او د افغانستان د جغرافیا او د معدنیات او د اوبو په حق له دا دی چې افغانستان کې ناامني وي، د دوی بانکونه ډکیږي، د نظامیګرانو جوبونه ډکیږي او د نړۍ او د مختلفو هیوادونو نه دوی پیسې ترلاسه کوي. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی پاکستان را دو پهلو توصیف کرده و تاکید میکنند که اسلام آباد همواره در پی ضربه زدن به افغانستان بوده و به تازگی در پی بی‌ثباتی منطقه نیز است. پاکستان همیشه د افغانستان په مورد کې له دوه نوو سیاستونو نه استفاده کړي. یو شیطانی سیاست چې هغه د پردې شاته ده او یو هم د دوستی او د افغانستان ته د ژمنتیا د پاتې کېدو د امنیت په خاطر. په افغانستان کې د ټولو بدبختیو او ناخوالو اصلي لامل پاکستان دی او امارت اسلامي د خپل خپلواک خارجي سیاست پر اساس خپل دوست او دښمن هیوادونه پیژني او پوهیږي چې د کوم هیوادونو سره خپل ارتباطات تامین او تنظیم کړي. وزیر دفاع پاکستان در حال بار دیگر از خاک افغانستان نگرانی کرده که سخنگویان امارت اسلامی بارها تاکید کردند که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری به شمول پاکستان استفاده نمی شود و ناامنی در پاکستان نیز ریشه در مشکلات داخلی این کشور است. خبرگزاری آفاق نخستین دوره تخصصی آموزش کارگردانی، تدوین و تولید محتوای هوش مصنوعی را برگزار می‌کند. آموزش اصول کارگردانی، تدوین حرفه‌ای با پریمیر و تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی شامل پرامپت نویسی، ساخت تصویر و ویدیو، نریشن، موسیقی و گرافیک شامل این برنامه است. آفاق این دوره را فرصت برای توانمندسازی نسل جدید تولید کنندگان محتوا و نزدیک شدن به استانداردهای نوین رسانه‌ای می‌داند. کمیسیون عالی امارت اسلامی در امور مهاجران میگوید که در یک روز گذشته پاکستان 4783 مهاجر افغان را اخراج کرده است. همزمان با این 208 تن دیگر نیز از ایران اخراج شدند. این افراد از طریق گذرگاه‌های مرزی ترخم، اسپین بولدک، بهرامچه، اسلام قلعه و پل ابریشم به کشور برگشتند. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا پس از کشته شدن 2 سرباز و یک مترجم امریکایی در حمله داعش در سوریه هشدار داد که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. روز گذشته در جریان تیراندازی در نزدیکی شهر تدمیر سوریه یک عضو نیروی امنیتی این کشور همراه با 2 نظامی و یک مترجم امریکایی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همزمان با این از اثر تیراندازی در هنگام برگزاری امتحان در دانشگاه براون امریکا 2 تن کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. این تیراندازی و این یک بخشای از پروژه و پالیسی های خود امریکا است که در پشت از این بسیار برنامه کلان بنابر منافعشان و استراتژی نظامی و سیاسیشان، سیاست داخلی و خارجیشان نهفته است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه الجزیره گفته که سر و صداها درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران بخشی از جنگ روانی است که آنان راه اندازی کردند. آقای عراقچی گفته که جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر می رسد که اسرائیلی ها در حال حاضر روی جنگ روانی کار میکنند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی احتمال جنگ را نادیده نمیگیرد و کاملا آماده پاسخ در هر شرایطی است، اما تهران جنگ نمیخواهد بلکه میخواهد مسائل را از طریق دیپلماسی حل کند.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که برای برگزاری نشست با نمایندگان آمریکایی آماده می شود و تلاش می کند صلح اوکراین آبرومندانه باشد. زلنسکی در اکس گفته که برلین در روزهای آینده میزبان رویدادهای زیادی خواهد بود. رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که همچنین نشست‌های بار دیگر با شریکان اروپایی کیف برگزار خواهد شد تا درباره اساس یک توافق سیاسی برای ختم جنگ صحبت شود. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد بدرود.